سلام زندگی ها، حالتون چطوره؟ آقا براتون آیتم جدید آوردیم، آیتم ولاگ و کشور خارجی گردی و از این گوخوری ها و یه سری سورپرایز خفنم دارم براتون که در آینده نه چندان دور بهتون نشون میدم. فعلا بریم که داشته باشیم. امشب میخوایم چیکار کنیم؟ گالا گولا. آقا یک کارناوالی هست توی آلمان، هر ساله میاد برگزار میشه، اسمش روزنمونتاگه. تکرار کنید با من، روزنمونتاگ، که روز به معنی گل روزه، مونتاگ هم میشه دوشنبه. این یه کارناواله که مردم توی اون میان یه سری کاستوم و لباسای عجق وجق میپوشن. البته اینم بهتون بگم که قوز در زبان کردی کرمانجی به معنی یک چیز خیلی بده که عاطفه داشت، ولی خب اینا به معنی گل روز میدوننش. آقا این جشنواره توی همه شهرهای آلمان برگزار میشه، ولی بزرگترینش توی شهر کلن برگزار میشه که وقتی پلیس میاد مثلا میان شهر رو میبندن، از صادقه مثلا تا چیتگر میبندن شهر رو و کارناوال میاد ظهور پیدا بکنه. بعضی از خانوما و آقایون هم توی اونجا با خودشون کیسه میارن و هر چیزی که اونا میندازن و برمی‌دارن جمع میکنن میبرن خونه برای خودشون. حالا خب چون اونجا آلمان محدودیتی ندارن دیگه، بعضی چیزا خوراکیه، بعضی چیزا هم که استعمال کردنیه دیگه، به شانس شما بستگی داره که چی پرت کنن طرفتون. بیا توی کارناوال اومدن کیسه میارن، هر چی که هست رو جمع میکنن. بعد ما تو عروسیامون میگیم نوشابه برداریم، دوغو برداریم، سالاد و ماست و برنج و غذا برداریم، میگن نه این کار نکن زشته. و این نکته‌ای که هست راجع به این کارناوال اینه که وقتی شما میخواین به این کارناوال تشریف ببرین حتما یا باید کاستوم ماستوم اینجور چیزا بپوشین، نه اون کاستوما که تو ذهنتون اومد، یا هم که باید یه سری لباسای قدیمی و درب داغونتون رو بپوشین. به خاطرشه، به خاطر اینکه تو اون جشنواره همه میان مشروب میخورن، میان خوراکی میخورن، ممکن رو لباس شما تگری بزنن و به گوه بره لباس شما. و نکته دیگه ای که راجع به این کارناوال هست اینه که اونجا خیلی بماله به خاطر تراکم جمعیت و اینا. پس اگه میرید اونجا حتما یادتون باشه که انگشتر، اون انگشتر کسخل، انگشتر، گردنبند، علنگو، چیزایی که قیمتیه نبرین با خودتون، چون اول از همه میان ترتیب خودتون رو میدن و بعدش میان هر چیزی که دارین رو میدزدن و میبرن. توی این کارناوال رقص هست، شادی هست، پایکوبی هست، بخور به مال و اینا همشون هست. ولی مهمترین چیزی که توی این کارناوال مشاهده میشه آزادی بیانه. یعنی چیکار میکنن؟ یعنی مردم اون شهر که کارناوال توش برگزار شده میان یه سری از این سیاستمدارا رو مسخره میکنن، باشون شوخی میکنن و بعضن تر میزنن بهشون. اینم بهتون بگم که تاریخش هم توی ماه فوریه است، همون فبروری خودمون. مای گاد، گو نخور انقدر دیگه. بعد توی این کارناوال یه سری دستشویای دیواری و یه سری دیوارای مهربانی هست که این دیوار مهربانیاش مثلا خوراکی و مشروب و فلان اینجور چیزا گذاشتن که مردم برن کوف کنن. دستشوی دیواریاشون هم به خاطر اینه که دیگه شهر رو به گوه نکشن دیگه. اون همه جمعیت مثلا میان چیزای آبکی میخورن، همش یک سر مایعات میخورن، قطعا شاششون میگیره، نمیتونن همینجور رو در و دیوار این ور اون ور بشاشن که قطعا براشون یه جایی گذاشتن از اون دستشوی دیواریا که فقط مخصوص شاشه. حالا تو اون شهر یا اون کشوری که اومدن این همه فسق و فجور کردن توی یک شب، روز بعدش که کارناوال تموم میشه میرن میشن تو اتاقشون به کارهای زشتشون فکر میکنن. چیکار میکنن؟ روزه میگیرن به مدت 10 روز. یعنی شکر نمیخورن، گوشت نمیخورن، مشروب نمیخورن، تاشان توشان ندارن تا که گناهاشون خدا ببخشه. خب بچه‌ها، حالا میرسیم به بخش جالب انگیزناک این قضیه. یعنی جایی که من عمو بهرامو فرستادم بین آلمانیا، رفته و ازشون مصاحبه گرفته. برید ببینید. این چیه پوشیدی عمو؟ لباس هالک پوشیدم. کسخلی آره؟ خیلی. هدفت از این که اینجا بیای چی بود؟ من نیومدم، من انداختم بیرون. ننم گفت چشات داره ضعیف میشه، کمر دست کار افتاده، برو بیرون تا نابود بشی. الان با این لباس اومدی بیرون، چی راجع به خودت فکر میکنی؟ والا دخترها خیلی منو دوست دارن، میگن چه بدن خوش فرمی داری اینا. دیگه تصمیم گرفتم با همین لباس همیشه بیام بیرون. حتی اگه مردم هم گفتم منو با همین لباسا بزنن تو قبر. ان شاءالله امامزاده اشنادر شفاعت بده. چاکرتم داداش. امروز چی کارا کردی اینجا؟ والا امروز یکی از دوستامون سوزاک گرفت، بعد بردیمش دکتر، بعد هم رفتیم با هم قلیون کشیدیم. خدا قوت داداش، برو تا ایز نگرفتی. سلام. سلام. دختر جان اسمت چیه؟ سخرا. انگیزت چی بود که اومد اینجا و این گله تو رو اذیت نمیکنه؟
به نام خدا ما امروز اینجا اومدیم که از بار ثوابمون کم کنیم به گناهامون اضافه کنیم. این گلم فقط ریشاش اذیت میکنه، زخم کرده. خب خدا شد. پس فقط ما تو ایران کسخل نداریم، کشورهای دیگه هم داریم. آره قطعا همینطوره. ما اصلا بنیاد حمایت از کساخیل داریم، شما مگه ندارین؟ ما هم حق و حقوقی داریم دیگه. لباساتو از کجا آوردی؟ چه خوشگله. اینا رو داشتن از کامیون پرت میکردن، من گرفتم پوشیدم. من لخ آمده بودم. چاکرم. آفرین. خداحافظ. مرسی. خداحافظ. خداحافظ. شما معمولا چه قلیانی میکشین؟ اولا که ما هر جا قلیان نمیکشیم، پیش پدر بزرگم میریم، معمولا هم جلبک نعنای خیار سکنجبینی چیزی. بعد شما این لباسا رو تنت میکنی مثلا کسی به تیکه میکه نمیندازه، چیزی نمیگه ها؟ من بابام خودش تو پلیس فتای استان هایزنبرگ کار میکنه، بعد برای همین کسی اصلا جرئت نداره به من چیزی بگه که. فهمیدی چی گفتم ها؟ خب عمو جان دیگه زیاد کس نگو، فقط بگو آهنگ ماهنگ چی گوش میده، چی دوست داره؟ اما آهنگای مثلا مهستی داریوش گوش نرو گوش میده. قدیمی بازی. آره. آفرین. قربان. به مادرت سلام برسن. خب زندگی های من اینجا اتصال میکروفون قطع شده بود و مجبور شدم خودم دوبله کنم. بهتون گفتم که کلی ولاگ خفن و اینجور چیزا در راه اینا، و اینکه براتون اینجا پیج اینستاگراممو گذاشتم و اینجا کانال خودم دیگه، کانال سوبرلندم که با عمو بهرام گذاشتم. منتظر کل اتفاقات خفن و کلیپ‌های خفن ما باشید. هنوزم کار ما ادامه داره و اینکه ما شما رو خیلی دوست داریم و اینجور چیزا. گالاگولایی باشید و خداحافظ دیگه. این بود. خداحافظ.